جایتون جنت قبرتون پر نور خانه آبادم تو بودی امید و آرزویم مهر و محبتم چرا مرا پرتافته رفتی امروز به سری من چه سختی های اومده است فرزندانم مرا گوش نمیکن دایما ملامت میکنن طعنه میزنن کاش همون روز مرا همراهت گرفته میرفتی ای کاش همون روز گپی پسرارم را میگرفتم و تو را همراه کلین روزی بارانی روان نمیکردم من اجازه نمیتم پدر هوا بزه بست شهر نیزم یو رفتن شو سلام یه در رفت آمده است من روم همون این مادرم میروم خبر میگیرم میبین یک دختر در خونه دارم پدر جان شد گپ یک تا یکی پدر رو گوش کو بچه جان چی میگویی؟ پدرم اجازه دادم نمیبره مخیر هیچ گپ نیم من روم اختیارات من پدر یک شما پدر جان اکرم روز میگه خونه ینگم پریده نمیرود کو در همین هوای بارانی کجا میرود یکم روز دیگر میرود سرانم حالا من زنده گپی من یک تا یک دختر من روم برامد چی پیو زنک میمانی ریسک روزی کار کنیم ای سر ویران کردی
کارخونم میرویم روز کارای تموم کنم میرم چه کار همسایه جان با امید این کار دخترچه خنک میخوره. چیکار کنم همسایه جان زندگی مجبورم کرد شرایط وضعیم که هست اجاره نشین که هستم همه اینو خرج و فرزنده رو کلام کردن دکو مجبور میشم کار میکنم. برای این کارتون دادک ما چند سو میگیری؟ همگی 100 سومون میگیرم همسایه جان که در زندگی هم نمیرسد دیگه چیکار کنم مجبور شدم شرایطم وضعین است. همسایه جان بیا مسئله میدیم. شما با ما 3 وقت خوراک بازه من شما با یا مبلغ معین میدیم. روزی از 3 دو همسایه. تشکر زیاد همسایه جان برای شما برای دستگیری حضور هستم. همسایه خب همسایه السلام علیکم. نه اسم شما درست نه همسایه جان سلامتتون هست. من رو نظرتون پسرتون روان کردن که در روز 3 وقت خوراک پزن برای شما همسایه جان. دخترم از تو یک التماس خوراک من خودم میپزم اما کوشش کن که پسرانم نفهمم. بعد این چه خیلی میشود همسایه جان؟ من باید کار کنم مهنت کنم. دخترم کار کن که پسرانم نفهمم خوراک را من خودم میپزم. فهمیدم همسایه جان. چیزی که شما بگید خب بینش نرزم همسایه جان. ای خدا عمرم به پیری آمده خارم مکن. ای خدا عمرم به پیری آمده خارم مکن. ریسکی روزیم بیده پیشی کسی زارم مکن. نوجوانی رفت و آمد دورهی قامت خمی. پیری خود افکار باشد هیچ افکارم مکن. نوجوانی رفت و آمد دورهی قامت خمی. پیری خود افکار باشد هیچ افکارم مکن. ای خدا خارم مکن زارم مکن. ای خدا پیشی کسی زارم مکن. جاویدان علی اکبر فرزندانم خیزید خوراک تیار من رفتم. با عصای پیریم در کوه بازارم مکن. خانی من پر بود زینان و نعمتی روی زمین. پیشی دوست و دشمنان اکنون نادارم مکن. خانی من پر بود زینان و نعمتی روی زمین. پیشی دوست و دشمنان اکنون نادارم مکن. ای خدا خارم مکن زارم مکن. ای خدا پیشی کسی زارم مکن. پدر ما چند بار شما رو گفتیم با همین بسطیل موسی رو برده او همسایه ها نمیگوید که 2 فرزند داره و موسی رو خودت میپرتوید. هیچ گم نپسرم مونه دل شرمنده کرده پدر. دویم افغانتون همین است در کوچه خانه شینه نمیشه با مونه دل
هر سحر میخیزم هر سحر میخیزم و یادم به یادی مادرم گل به گل میپیچم و جیگر کبابم مادرم مادرم جان و دلم به تو حیات را چی کنم مادرم جان و دلم به تو حیات را چی کنم همه مهرم با تو و من دیگران را چی کنم همه مهرم با تو و من دیگران را چی کنم پدر این چیکار کردن تو بود؟ خزر از مو بدار شدمو خزره من گیره پسر دست نگو کنم برای پسر من رو با کجا میخوایی؟ گابو زیاد نمیشه رفته من خودم میرم من نکشه سرگردان نشوید فرزندان از مو اگه فیلم است پدر جان پدیوره رو افتانده شکسته لیکن یک جلو نآورده از دست شما شدن من مادر رو زنم رو از دست دادم هم از دست شما روز اگر شما همون روزی بارانی ینگم و مادرم رو روانه کرده همین واقعا نمیشد همش عیب شماست تقدیر است از تقدیر گریخته نمیشه فرزندان پدر گم روزی علیه ما خبر است پدر جان پسر کجا روم فرزندانم کجا که میخوایی رفتن میخوایی رفتن گیری ما از شما باری پدر بیزار از شما باری پدر پدرتان نبودن تا پیتا وای وای بر حال بچه ها وای بر حال بچه ها وای بر حال بچه ها پدر کنجی پدر جان برای چی گریه کردی ساده وای بر حال بچه ها برای چی در حال بچه ها میگید بر حال خودتون میگید نگویم بهتر بیایید رویم نخ کنید پدر جان پدر چرا در حال خودتون میگید در حال فرزندان مینالید چی حادثه دسترس میداده است مرا بچه هایم از خانه پیش کردن برای چی پدر جان؟ در وقتش من هم پدرم را از خانه پیش کرده بودم تقدیر است تقدیر همین بوده است
من شما رو به جای پدر خود قبول میکنم. وصیتی موسفید رو به جا آوردن دکتر. پدرجان خاطر پریشانید مگر شما را یگان کس رنج داده است؟ نه کریم جان همش خوب. کریم جان لبه همین پیغام مرا و پسرانم رسان. پدرجان البته میرسانم. خوب شده است. البته با چشم. این خواهرچه ما چه؟ نه پجا وعده دادگی تشکر زیاد همسایه جان. کاری که من زحمت نکردم من نمیگیرم پول شما رو. همسایه جان هم وقت خوراک پخته بهترین خوراک پخته این گیره حق حلال خودتون. راستش رو بگم همسایه جان تو هم وقت که من به شما یکون چیز نگفتم لیکن پدرتون من رو التماس کردن که فرزندانم نفهمن. من حقیقت رو خواستم به شما گپ زنم که تو هم وقت در خونه تون من خوراک نمیپختم. چه شما نمیپخته؟ کی میپخت؟ که پدرتون میپختم. پدرم؟ بله. اون کس من رو التماس کردن که دیگر نبیاید نزد ما غمش رو خودم نگید فرزندانم رو خوراک کشم نمیپختم. جان
دادرم یک کاری خطا کردیم. چی کار کردیم اکا؟ آرام شوی؟ کاری خطایی کردیم نسبت پدر. چه کاری خطا؟ پیولا را افتاد شکست شب درست میسولفید نمیمون خوب کنه بابا کاری خطا کردیم بیاین مونه در برا با سر همون پیاله شکستگی. چجور برای با پس پیولا؟ کاش که 100 تا پیاله بشکنن از دست پدر. اگه حقتان رو خوردید خفه نشوید. پدرمو امخا مهربانی کرد از کذا مهربانی از پشت پدرمون از نوازش مادر موندیم خودت از زنت موندی. همه رو زنی همسایه رو دیدم بعد گفتم هر خدمت رو گیره. گفتم نه من خدمت کردگی نیستم. چخیلی خدمت کردگی نبوده است؟ تا بودم پدرمو خروم میپخت از ما بخبر. امخا مهربانی میکرد از ما بخبر. پدرمون به ما خروم میپخته است؟ بله. اکش ما چی ها میگوید عقل داره؟ ناظری برخورد دیدم با میگه که 1 سال پیش برداشت کردگی وای پدر جان پلی بخلون همه حسابی پدرمو. اکا جان این چی کاری کردمون بود؟ کاش همون دستانی من میشکست و از گروانی پدر نمیقپیدم. آه پدر جان. اکا جان این خیر که باشد رفتیم در نشده با جستجوی پدر میبریم گشنه و تشنه میمونیم و به پدر بر نمیگردیم. خیلی رفتیم با جستجوی پدرمون نریم اکا جان. برادران ممکن 1 مینوت پسر گردنه که وقت نداریم. اکا جان پدرمون رو جستجو داریم. خانه 50 رو نمیدونید در کجا باشد؟ حجره چیل خانه اکای سلطان مراد. چیکار شد؟ مکتوب پدر امیر خاندان. خیر پدر امیر خاندان وصیت کردن که من مکتوب من رسانم. این مکتوب از کی باشه؟ از پدرمو. از پدرمون؟ بله. کنی بیا یک جا نشسته خونه؟ رحمت اکا جان سلام رحمت. باشید اکا جان.